بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. دوستان گرامی، رسول خدا صلی الله علیه و سلم بزرگترین استاد اخلاق امت را تمام نوع آداب اخلاق را آموختند. در رفتار، در گفتار، در نشستن، در راه رفتن، در پوشش لباس، در تناول طعام، هیچ ادب نگذاشتند که آن را به امت تعلیم دادند. این بزرگترین استاد اخلاق را خود خداوند ستوده در شأن ایشان گفته و انک لعلی خلق عظیم. همانا ای محمد صلی الله علیه وسلم تو دارای اخلاق بزرگ هستی. و چون خداوند عزوجل با این همه عظمت و بزرگی و شکوه اخلاقی این پیامبر را بزرگ عنوان میکند، معلوم است که چگونه اخلاق داشته است. بنابراین میباید مسلمان راه و روش زندگی را از اخلاق ایشان آموزد. و قول فردوسی از گفتار پیغمبرت راه جو، دل از تیرگی ها بدین آب شو. یا بنابر تعبیر اقبال از بهارش رنگ و بو باید گرفت، شمه از خلق او باید گرفت. دوستان عزیز، که از اخلاق پیامبری این بود که رسول خدا صلی الله علیه وسلم، آنگونه که ابو هریره از ایشان روایت کردند و حدیث را امام بخاری و امام مسلم روایت میکنند، ابو هریره میگوید ما عاب رسول الله صلی الله علیه وسلم طعاما قط ان اشتهاه اکله و الا ترکه. یعنی فرستاده خدا صلی الله علیه وسلم بار هیچ طعامی را عیب نکردند، بد نمیگفتند. اگر اشتها میکردند آن را میخوردند، تناول میکردند، و اگر دلشان نمیکشید آن را یک سو میگذاشتند، عیب نمیکردند. یعنی این ادب بزرگ، این اخلاق والا برای این طعام مادر خواهر زحمت کشیده است، وقت صرف کرده است. اگرم دل انسان نکشد، اگرم نمکش بیشتر باشد یا کمتر، حاجت نیست که انسان آن را عیب کند و احساس و شعوری آن کسی را که بالای این طعام زحمت کشیده ناراحت کند، آزرده خاطر کند. بنابراین اگر دلشان میکشید میخوردند و اگر دلشان نمیکشید یک سو میگذاشتند، بدون اینکه طعام را گنده گویند، بد کنند. بنابراین مسلمانی که میخواهد اخلاقش به اخلاق پیامبر صلی الله علیه وسلم نزدیک باشد، میباید چون سر دسترخوان نشست و طبیعی که گاه طعام خوب برایش تقدیم میشود که این مورد پسند اوست، و گاه دیگر میشود که طعامی پیشکش شود که در آن عیبی باشد، نقصانی باشد. در این صورت میباید از این دستور نبوی، از این اخلاق پیامبری استفاده برد و طعامی را عیب نکند.